ما تو ایران نداریم. اونجا رو به جون خرید فقط به خاطر اینکه بخواد برای زن و بچه‌ش یه خونه با رفاه عادی معمولی داشته باشن. مستاجر بودیم، خونه هم نداشتیم، 3 بچه هم داشتم دیگه، مجبور شد بره مدرسه. نمیدونم چی ای خدا، با 3 بچه میخواد چیکار از ماتم سر به قدشان سر و خدا سر و جانم سر و حبیب سر و خمیده چه کج رفتاری ای چرخ چه بد کرداری ای چرخ. ما تو ایران نداریم. اونجا رو به جون خرید فقط به خاطر اینکه بخواد برای زن و بچه‌ش یه خونه با رفاه عادی معمولی داشته باشن. مستاجر بودیم، خونه هم نداشتیم، 3 بچه هم داشتم دیگه، مجبور شد بره مدرسه. نمیدونم چی